ولاگ من خیلی خوش اومدین. اول از همه من داشتم براتون ویدیو میگرفتم، کمی بیارم پایین‌تر. بعد از چند وقت اومدم که دوباره براتون ویدیو بگیرم. صدای زیاده فکر کنم. بذار دارم آشپزی میکنم، استنباری درست میکنم. شده یکی از غذاهای مورد علاقم، یعنی نمیدونم چرا اینجوری شدم، همش در حال استنباری درست کردنم. غذای سالمی هم هست خدایی، و بگم راحته باز درست کردنش. راحتم شاید نیست، نمیدونم، دوست دارم درست میکنم. آقا من امروز دانشگاه ندارم دیگه، یک شنبه ها دو شنبه ها رو دانشگاه ندارم. دیروز که همونطور که تو ویدیو دیدید رفتم دانشگاه، مامانم اینجا بود، آخر هفته پیش خالم اینا همه اینا اینجا بودن که رفتیم تهران گردی و گشتیم و اینا دیگه. مامانم دیروز رفت، دیروزم که رفت من کلاس داشتم عصر و اصلا از 7 صبح رفته بودم دانشگاه. انقدر که خسته بودم دیروز فقط جلوی مبل دراز کشیدم، ساعت 12 اینا دیگه رفتم خوابیدم سریع، یعنی دیگه خیلی بیدار نموندم، خیلی خسته بودم دیگه. امروز پا شدم ساعت 11. البته میخواستم زودتر پاشم که برم بدوم، ولی پا نشدم چون دیشبم میگم خیلی خسته بودم و اصلا دیروزشم کلی دویده بودم، اصلا انگار انرژیم زیاد نبود برای صبح زود پا شدن دیگه. استفاده کردم. بعد چند روزی هم که مامانم اینا اینجا بودن همش ما صبح زود از خواب پا میشدیم، هم میرفتیم اینور اونور و الان دارم سیب زمینی پوست میکنم. همش میرفتیم اینور اونور و اینا، یعنی مثلا خواب خوبی این چند روزه من نداشتم. اینا رو بشورم و خلاصه آقا داشتم میگفتم دیگه. من این چند روزه همش خوابم خوب نبود، همش بیرون بودیم، مثلا سر درد میگرفتم دیگه، همش بزرگ قهوه من دوام آوردم. بعد دیگه امروز که پا شدم هم از خوابم استفاده کردم و هم از سکوت خونه. بعد دیگه شروع کردم به یه سری کارا کردم. مثلا خیلی وقت بود میخواستم براتون ویدیو بگیرم، ولاگ دارم میگیرم الان و میدونم که ولاگ مثلا حالا باید چند روزو بگیرم، میره برای آخر هفته تقریبا گذاشتنش. از اون من دوست دارم که ویدیوها رو شروع کنم مثلا هفته 2 بار ویدیو بذارم، هفته 1 بار دیگه نباشه، چون هفته اصلا میدونی خیلی شل کردم نسبت به یوتیوب. دوست ندارم اینجوری باشه، دوست دارم که واقعا بخوام جدی‌تر بگیرمش و یکم بیشتر تلاش کنم براش نسبت به اینستاگرام. اصلا اینستاگرام خیلی فضاش داره سمی میشه و خداییش دوست ندارم که بخوام کار اصلی اونجا باشه. اینستاگرام دوست دارم یه فضایی باشه فقط که حالا برای کلاسامون باشه، برای زبان آموزایی باشه که ما رو دارن و با همون کلاس میخوان حالا بردارن یا دارن کلاس میان، و دیگه جایی نباشه که مثلا همش بخوام درگیر فعالیت توش باشم یا مثلا الگوریتمش و اینا بخواد اعصابمو خورد کنه. واقعا هم الگوریتم اینستاگرام مثلا اعصاب خورد کنه، واقعا باید اعصاب فولادین داشته باشی برای کار کردن توش. اونم نه که ولش کنم، کارم من توش انجام میدم، ولی میخوام هدف اصلیمو بزنم یوتیوب، چون واقعا یوتیوب ارزشش خیلی بیشتره. همین که آدمای خیلی به نظرم باحال‌تری تو یوتیوبن، مثلا آدمایی که خیلی کم پیش میاد بخوام به کسی توهین کنن، بخوان انرژی بد بهت بدن. من تا الان هرچی کامنت خوب گرفتم، یعنی هرچی کامنت گرفتم خوب بوده، واقعا کامنت بد نداشتم، مگر اینکه مثلا حالا دیگه تک و توک. و آره خداییش دوست دارم که بیشتر انرژی بذارم اینجا، چون میدونم که در آینده اینجا خیلی بیشتر به دردم میخوره. یعنی کار خودم که هست، حالا تدریس و تیممون و اینا که اوکی سر جاشه، ولی دوست دارم کار اصلی خودم به جای تدریس اینجا باشه. و حالا سرت رو درد نیارم دیگه، میخوام جدی‌تر فعالیت کنم. البته اگرم که شما هم بیشتر حمایتم کنین، چه میدونم سابسکرایب کنین هم حتما اگه نکردین، یا لایک کنین. لایک و کامنت خیلی تاثیر داره واقعا تو رشد پیجم، یعنی کانالم و دیدن ویدیوهام توسط آدمای بیشتر. و خلاص این کار شما خیلی میتونه تاثیر داشته باشه توی این هم انگیزه خودم برای کارهای بیشتر، هم کلا رشد صفحه‌ام دیگه، رشد کانالم. و حالا خلاصه دیگه از این به بعد میخوام 2 بار در روز ویدیو بذارم، 2 بار در روز، بگو 2 بار در هفته رو بذار 2 بار در روز پیشکش. و حالا این سیب زمینی های من رو میریزیم توی قابلمه. من استنباری رو با مرغ درست میکنم، خیلی هم باحال میشه. عاشق حرف زدن اینجوری هم با شما، نمیدونم چرا.
و چرا بیشتر نمیام. ولی خب الان یه ویدیو گرفتم براتون راجع به سختی‌های زندگی تنهایی و کلا تجربه هایی که من تا الان توی این تقریبا 1 سال و نیمه که دارم تنها زندگی میکنم داشتم و خیلی ویدیو مفید و باحالی شد به نظرم برای کسایی که تازه میخوان برن توی دل این که بخوان مستقل شن و تنها زندگی کنن، یا اونایی که مثلا الان تنها زندگی میکنن یا حالا با همخونه‌شون یه حسای خاصی دارن و دنبال راه فرارن ازشون. حس میکنم خیلی ویدیو باحالی شد و دوست دارم که بیشترم توی این زمینه ها رو باهاتون صحبت کنم و از تجربیاتم بگم. خلاصه اگر که دوست دارین بیشتر براتون ویدیوهای صحبت کردنی و مدلی از تجربیاتم بگم و بذارم بهم بگین حتما، چون من اینجوری هم که میدونم ویدیوهای توضیحی رو خیلی دوست دارین از تجربیاتم مثل اون ویدیو خوابگاه، ولی یکم مثلا خب اینجوری هم که چی بگم دقیقاً بهتون، چون زیاد تو سرم هست اطلاعات و تجربه های متفاوت. الان چند وقت هست دارم سریال The Crown رو میبینم راجع به ملکه الیزابت، ملکه انگلستان، و خیلی باحال بود. مخصوصا 2 فصل اولش خیلی منو جذب کرد که راجع به همون جوونیای خودش بود و زندگی خودش و زناشوییش و فلان و اینا، زناشویی، و خیلی باحال بود. اگر که ندیدین و دوست دارین ویدیوهای تاریخی، یعنی فیلم‌های تاریخی و اینا، البته تاریخی که نمیشه بهش گفت، یعنی واقعا زندگیشه دیگه، یعنی از همه چیشون میگه و خیلی باحال بود که میریدی زن به اون قویی اونجوری زندگی کرده، اصلا چجوری یهو همه مسئولیت‌های کشور ریخت سرش و اصلا خیلی باحال بود، یعنی قدرت زن‌ها رو نشون میداد. به نظرم خیلی سریال باحالیه. حالا الان فصل 3 اگر که ندیدی شما هم شروع کنین بهم بگین، یا اگه دیدین بهم بگین نظرتون چی بود راجبش. دیگه همین، این روزا اینجوری میگذره. الانم نهار میخوام بخورم، بعد از ظهر 2 تا کلاس دارم. الانم یک کلاس داشتم که تموم شد، جلسه اولش بود شاگردم و خیلی هم شاگرد باحال و دوست داشتنی بود، خوشم اومد ازش. من کلا نمیدونم چرا اینجوریه، بچه‌هایی که باشون ارتباط میگیرم کلاسشون خیلی بهتر پیش میره تا اونایی که خودشون یه کوچولو سختگیری میکنن یا مثلا یه جور مثلا کول نیستن، میدونی چی میگم، یا کلاسشون خوب پیش نمیره زیاد. شاید میره، شاید من نظرم اینجوریه، نمیدونم. ولی مثلا بچه‌هایی که یه کوچولو فانن، یه کوچولو خودشون معلومه که حس خوب به من میدن، منم متقابلا خیلی بهتر تدریس میکنم ناخودآگاه. خب اصلا من تموم شد، دارم نهار درست میکنم. البته که ساعت 2 الان دارم نهار درست میکنم تازه، و دیگه نهارمو بخورم و یه کوچولو استراحت کنم، فیلم ببینم، بعدش برم یه نیم ساعت 40 دقیقه بدوم همین بغل، چون میخوام دیگه هر روز ورزش داشته باشم. از فردا میخوام برم باشگاه ثبت نام کنم دیگه، خدا بخواد. تا الان آنلاین ورزش میکردم ولی خیلی پشت گوش مینداختم و منی هم که کارم تو خونه است، انگار دیگه خیلی تو خونه بودم. دوست دارم به هوای ورزشم که شده بزنم بیرون از خونه دیگه، خیلی تو خونه نمونم. مخصوصا پاییز و اینا اصلا خیلی تو خونه میمونی، یه جوریه، حوصله‌ات سر میره. و دیگه فردا برم باشگاه و کلاسامو برگزار کنم و ببینیم امروز چجوری میگذره. شاید شبم رفتیم بیرون، نمیدونم. خلاصه بریم ببینیم امروز چی میشه. خوشحالم که ویدیو جدید شروع کردم. سلام آقا، من رو دیگه در این حال دارید میبینید. واقعا امروز روز سخت و طاقت فرسایی بود. دیگه الان ساعت 10:30 شاممو خوردم، کلاسامو برگزار کردم. 2 تا کلاس پشت هم داشتم از 5:30 تا 7:30. یه ساعت کلاسام بود. دیگه الان تموم شد و الان که دیگه تموم شد دیگه شام درست کردم خوردم و دیگه نتونستم زیاد فیلم بگیرم. با دوستم داشتم ویدیو کال میکردم دیگه، با اون در حال صحبت بود. الانم سریالمو گذاشتم The Crown رو دارم میبینم، چون انقدر بده وضعیت دیگه. خلاصه دارم سریال میبینم و یه سری از کارا رو باید بکنم، مثلا تکلیف بچه ها رو برشون عکس بفرستم که همین. فیلممو ببینم. اگر میشه یکم کتاب بخونم، فرار تراپی دارم، باید کتاب رو خونده باشم. سریالش هم باحاله، نهید ببینید. برم من که امشب رو به پایان برسونم.
دانشگاه. امروز نمیدونیم به چه داشتم خواب میدیدم، بعد ساعت 7 پا میشم که 8 اینجا باشم دیگه. خلاصه 7 پا نشدم. دیدی یک خوابای بد میبینی، بعد اصلا خوابت اوکی نیست، اصلا خود میفهمی که مثلا سرت خوب نیست، خواب بد رو مخ میبینی، بعد ولی خواب موندی، مثلا سر این داری اون خوابا رو میبینی. برای من امروز اینجوری شد، اصلا خوابای عجیب میدیدم که به زور پا شدم. ساعت دیدم تا 8 کلاس هم شروع میشد اینجا. گفتم ببین باید بری، چون من میخواستم برم پیش مامانم، اینا بابام گیر داده بود بیا، نرفتم. گفتم نه باید این کلاس چهارشنبه‌مو برم. بعد دیگه الان دیدم خواب موندم، خیلی زورم اومد، گفتم تو اونجا رو نرفتی، حالا الان به خاطر اینکه مثلا خواب موندی نری دیگه. زودی اسنپ رو بغل کردم و اومدم رسیدم به کلاسم. الانم کلاس دوممه، دانشگاهم. پایه‌مو نمیبردم، خیلی سخت فیلم گرفتم. هوا ولی خیلی خوبه، بارونی اومده، خیلی خوبه. دانشگاهمون قشنگ شمال شده. این چقدر هوا خوبه، خیلی هوا خوبه، سرده. ولی شاید براتون سوال باشه که این صندلی‌ها اینجا چیه. نمیدونم، خودمونم نمیدونیم. یه روز صبح پا شدن نه صندلی‌ها رو انداختن این توها اسکولا. دیشب من 2 روزه برای شما ویدیو نگرفتم، 2 روزه، یه روز، این حدودا. به خاطر اینکه نمیدونم اصلا خودم درگیر بودم. بعد اولا که 2 روزشو کلا تو خونه بودم، یعنی من امروز چهارشنبه است، یک شنبه دوشنبه ها که کلاس ندارم دانشگاه، کلا تو خونه کلاسای مثلا تدریس و اینا رو برگزار میکنم دیگه. اصلا حوصله‌ام نمیاد برم بیرون، مگه اینکه مثلا یه حالا برنامه پیش بیاد با دوستام و اینا برم دیگه. خلاصه این 2 روزه که خونه بودم. بعدشم دیروز من صبح اومدم دانشگاه. سه شنبه ها خیلی روزای سختیه. اومدم دانشگاه، اصلا خیلی سخت بود دیگه. از 8 صبح تا 3 دانشگاه بودم دیگه. اومدم خونه، کلاسامو برگزار کردم. تا با خودم اومدم دیگه تاریک شده بود دیگه. نشستم جلو سریال و یه شامی درست کردم و تموم. دیگه ساعت 12 خوابیدم دیگه، ولی خوبم خوابیدم، ولی خواب موندم. خیلی خسته بودم که. الانم منتظرم کلاس دومم تموم شه با یه استاد، امیدوارم اینجا رو نبینه، بعد تموم شه و برم خونه و کلاسامو برگزار کنم. ببینم این آخر هفته رو چیکار میکنیم دیگه. تو هفته کار خاصی نکردم، ولی آخر هفته سعی میکنم یه کارایی کنم که ویدیو بگیرم براتون دیگه. همین، بریم ببینیم امروز چی میشه. اینم بنده با استایل لی امروز با کفشای ونس. این کلمو خیلی دوست دارم، جدید گرفتم. البته الان بعد پرش کردم ولی خوشگله. حالا دوست داشتین من بگین بگم از کجا گرفتم. آره. سلام، من برگشتم خونه بچه ها. اومدم خونه، قیافه رو واقعا ببین، واقعا وای. اگه بشه میخوام یه ساعت بخوابم، چون کلاس دارم. 3 تا کلاس پشت هم دارم. البته قرار بود 2 تا داشته باشم، ولی کلاس دیروزم تشکیل نشد. یکی از بچه‌ها جلسات اولشه، هنوز اینترنت و اینا زیاد دستش نیست و اینترنتش قطع شد، نتونست بیاد سر کلاس دیگه. انداختمش امروز ظهر و خیلی سردمه، اصلا نمیدونید اینجوریم. یه شلوار چیز پوشیدم ولی هنوز سردمه. بعد میخوام اگه بشه یه ساعت 40 دقیقه‌ای بخوابم، چون 7 تا 8 پا شدم. میدونم که وسط کلاسا خوابم میبره. واسه همین گفتم بخوابم یکم، بعد پاشم نهار بخورم، بعدشم بردم تو این ور.
واقعا من چیز من غذا رزرو کرده بودم دانشگاه، کوفته داشتیم، کوفته تبریزی. بعد همجور که از کلاس دوم اومدم همجور اومدم پایین و اینا، دیدم که سلف مثلا طبقه پایین مثلا زیر زمین سلف، بعد طبقه بالا قشنگ تا ته سالن صف بسته بودن برای سلف و اینا تا اصلا بچه‌ها غذا بگیرن و واسهشون شه. بعد از اینکه کلاس تموم میشه خیلی یهو شلوغ میشه، همه هجوم میارن به غذا. بعد دیگه هیچی، اینجوری بودم که اصلا حال ندارم این صفا وایسم و اومدم. حالا الان میگم کاش وایساده بودم چون من غذا درست کنم دیگه. درست میکنم، نون باکت گرفتم، یه چیزی قراقاتی میکنم میخورم و همین دیگه. الان اگه بشه یکم بخوابم که پاشم و با انرژی کلاسامو شروع کنم. اگه هم که نخوابم باید قهوه رو بغل کنم. این یکی از این دو مورد پیش میاد. بریم ببینیم که ادامه روز ما چطور میگذره. خستگی هم قشنگ معلومه از قیافه. بریم ببینیم چیکار میکنیم. چی شد؟ کولم گوش شدم رو اون افتاد یا پایین. دید چطوری پریدم؟ وای ام خواب از درم پرید. سلام، چطوری بچه ها؟ مود من بعد از 2 کلاس پشت هم، 2 کلاس داشتم پشت سرم. بعد شانسی که آوردم فقط یه 40 دقیقه موفق شدم قبل کلاسام بخوابم. اگر نخوابیده بودم الان منگ بودم. البته که قهوه سنگینم خوردم، اونم تاثیر داشت. دیگه کلاسامو برگزار کردم 2 تاشونو. الان یه کلاس دیگه دارم که یه ربع دیگه اینا شروع میشه. بعد یه استوری الان گذاشتم راجع به کلا تدریس و شاگردام و اینا. بذار جامو عوض کنم بیام. نور خونه من بدترینه، باز حالا اینجا بهتره. نمیدونم خیلی زود هوا تاریک میشه. من تو به خودم میام تاریک میشه، تا کلاسم تمام میشه هوا تاریکه. خلاصه داشتم راجع به شاگردام صحبت میکردم، کلا راجع به تدریس و این حس معلمی و اینا. چند روز پیش خب من آموزشگاهی که کار میکردم همین اطراف خونه الانمه، یعنی دور نیست، مثلا همین کوچه بغله. بعد اون سمت من خیلی کم پیش میاد برم. چند روز پیش می‌خواستم برم کارت به کارت کنم، خیلی ناخودآگاه رفتم اونور رو، یعنی این ور خراب بود رفتم اون یکی دستگاه اونور که دقیقاً بغل آموزشگاهی بود که قبلا من توش تدریس میکردم. بعد من خب مثلا تو آموزشگاه اکثر شاگردام تینیج بودن، مثلا نوجوان و اینا بودن، خیلی موام بالا هستم. بعد رفتم که کارت به کارت کنم، همینجور تو راه برگشت رفتم سوپری خرید. یکی از این شاگردای قبلمو که توی آموزشگاه میامد پیشمو دیدم. بعد پسر دیگه تینیج، مثلا عمری که با من میومد 12-13 بود، الان فکر کنم مثلا 1-2 سال بزرگتر شده، یه سال اینا بزرگتر شده بود. بعد دیدیم پسرها وقتی که تو سن بلوغن یه شب قد میکشن، مثلا یهو تغییر میکنن. من اینو دیدم اصلا اینجوری بودم که وای چقدر بزرگ شدی. بعد اصلا حس کردم که حس مادری که میگن و من اونجا یه کوچولو تجربه کردم، یعنی اصلا خیلی حس عجیبی بود، قشنگ ذوق کرده بودم براش، ذوقی شده بودم. بعد اصلا خیلی حس باحالی بود. بعد دیگه خلاصه داشتم الان تو استوریام میگفتم که واقعا تدریس جوریه که تو میتونی حس مادری رو میتونی برای شاگردات تجربه کنی. الان هم مثلا من تو طول هفته هر روز هفته رو کلاس دارم، 5 شنبه جمعه رو فقط کلاس ندارم و اینا، مثلا هر روز 2 یا 3 تا کلاس رو تو روز دارم. بعد قشنگ با شاگردام اینجوری هم که قشنگ حس حتی با اینکه از خودم هم بزرگترن خیلی هاشون، مثلا یکی از شاگردام پزشکه، مثلا 40 سالش اینا هست، آره تقریبا اینا مثلا 40-45 ایناست. میگم مثلا با اینکه شاگرد بزرگم دارم اینجوری نیستن بچه باشن، ولی قشنگ حس مادری دارم به همشون، یعنی یکم که مثلا یه چیزی یاد میگیرن، پیشرفت میکنن، مثلا اینجوری هم که تو دلم خیلی ذوق میکنم، مثلا خیلی حسش قابل وصف نیست. واسه همین میگن واقعا معلمی شغل خیلی
سخت یا از خودگذشتگیه واقعا همینه. یعنی خیلی به نظرم شغل باحالیه اینکه تو به کسی که اصلا بچه خودت نیست، هیچ ارتباط فامیلی خونی باش نداری، این حس خوب رو داشته باشی و از پیشرفتش سوخ کنی. بعد چیزی که فهمیدم وقتی که تو مثلا این حس رو به اطرافیانت داری، انگاری که ناخودآگاه اونا هم این حس رو به تو پیدا میکنن، مثلا یعنی متقابل میشه. یعنی چی؟ مثلا یکی از شاگردام جلسه دومش بود امروز، خب خیلی جدیده دیگه، مثلا 2 جلسه از همون دیدیم کلا. بعد اینجوری بود که من خیلی باش کلاساتون ارتباط میگیرم، خیلی مثلا حس خوبی دارم و اینا، بگم مثلا منم چقدر حسم بهش خوبه. و فهمیدم که واقعا این حس متقابله. یعنی بعضی موقع دیدید به یه معلمی یه حس بدی داری، مثلا خوشت نمیاد ازش، میخوای بری سر کلاسش زورت میگیره، قشنگ متقابله. فکر کنم معلمم همین حسو داره. البته من تا حالا به شاگردام این حسو نداشتم، نمیدونم چه جوریه، ولی حس میکنم که واقعا اینجوریه. یعنی هرچی حس خوب داری، ناخودآگاه اون حس خوبه رو به معلمم میدی، اونم خیلی خوب باهات کار میکنه، خیلی یه جوری بهت اهمیت میده. وقتی هم که خودت جدی نمیگیری و یه جوری با معلمتی و سر کلاسی، ناخودآگاه اونم میفهمه، بهش منتقل میشه. یا برعکسش هم همینطور، اگه معلمم حس خوبی نداشته باشه قشنگ آدم میفهمه. خلاصه خیلی حس عجیبیه معلمی، تدریس خیلی حس عجیبیه. امیدوارم که همتون یه روزی، البته نه تجربه که خب شاید دوست نداشته باشین، ولی اگر که تدریس رو دوست دارین امیدوارم این حس رو تجربه کنین. حس باحالی بود. منم سر کلاس خیلی حرف زدم. سلام چطوری بچه‌ها؟ آقا من دیشب خیلی شب عجیبی داشتم. یعنی نشستم به فیلم دیدن و دیشب اصلا یه تجربه عجیب بود برام، چون که خب ما این ترم یک شنبه ها و دوشنبه ها دانشگاه نداریم، بعد سه شنبه چهارشنبه دانشگاه داریم و اینا. سه شنبه چهارشنبه هم که مثلا میرم دیگه، مثلا از ظهرش که برمیگردم اکثر اوقات دیگه درگیر کلاسام و اینا، تا شب مشغول کار کردنم و دیگه از غروب به بعدی که مثلا دیگه یه جورایی برای خودمم و دیگه کاری ندارم و اینا. و دیروز من دیگه رفتم دانشگاه و برگشتم خونه، همینجوری که مثلا دیگه کارمو کردم و اینا، دیگه 3 تا کلاس پشت هم داشتم برگزار کردم و شروع کردم فیلم دیدن، یه حس تنهایی خیلی شدیدی منو گرفت. یعنی اینجوری بودم که اصلا خیلی عجیب بود، خیلی حس عجیبی بود و اصلا اینجوری بودم که انگار حس میکردم واقعا تنها ترین آدم روی زمینم. نمیدونم چرا خیلی جریان دارم با این حس تنهایی، دست و پنجه نرم میکنم و بیشترش به نظرم از این تنها زندگی کردن هم میاد. یعنی در کل آدمی نیستم که مثلا کسی تو زندگیم نباشه یا مثلا با هیچکی صحبت نکنم فلان، ولی مثلا دوستی نداشته باشم، ولی خب شرایطی که توی تهران دارم باعث شده مثلا تهران زندگی کنم اینجوریه که خب اکثر دوستام اینجا نیستن و خانواده هم که اینجا نیست. دوستایی هم که اینجا دارم 1-2 نفرن که اونا هم نبودن این چند روز که مثلا باهاشون وقت بگذرونم و اصلا خیلی حس عجیبی بود برام و فقط سعی کردم که باهاش یعنی یه جورایی کنار بیام، یعنی خودم رو هندل کنم. چون که حالا توی این جلساتی که دارم جدیدن تراپی میرم خیلی دقتم روی خودم و حسام بیشتر شده و بیشترین چیزی هم که بهم میگه تراپیستم اینه که سعی کن که توی این مواقعی که این حسا یهو میزنن بالا خودشون رو نشون میدن بتونی باهاشون کنار بیای، بتونی یه جورایی شناساییشون کنی که اینا چه حسایین، از چی دارن میان، چرا اینجوریه و یه جورایی باشون مقابله کنی. خلاصه حس عجیبی بود، حس خیلی عجیبی بود دیشب و سعی کردم که خیلی منطقی باهاش رفتار کنم. البته که اولش کلی گریه کردم و مثلا یه جوری بودم، بعد که یکم گذشت سعی کردم که مثلا حواس خودم رو نه که حواسم پرت کنم، سعی کردم که باش کنار بیام، یعنی نه ازش فرار کنم نه هم که خیلی توش غرق شم. و توی گروه چالش مرداد که با بچه‌ها داریم، اگه نمیدونین چالش مرداد چیه، من این چالش از مرداد ماه شروع کردم که بچه‌ها یه گروه زدیم که توی اون گروه کارهای روزانه‌مون رو هر روز گزارش میفرستیم. صبح مثلا ساعت خوابمون رو میگیم که ساعت چند پا شدیم و یه سری مثلا چالش‌ها برای خودمون هر هفته میذاریم، مثلا این هفته کتاب بخونیم، هفته بعد نمیدونم مثلا پادکست گوش کنیم، کارهای مدلی.
و دیگه با بچه‌ها داشتم صحبت می‌کردم، دیدم که خیلی‌ها با من هم موافقن. خیلی‌ها الان می‌بینم که مشکل پیدا کردن دوست خوب دارن یا اصلا مشکل دوست خوب تو زندگیشون دارن. من از اون وقتی که خب اومدم تهران و یکی از دوستام مهاجرت کرد، اون یکی هم یه شهر دیگه است به خاطر دانشگاه، اصلا اینجوری شدش که خیلی عجیب شد همه چی برام. یعنی منی که مثلا هر روز با دوستان بودم، رابطم خیلی صمیمی بود، یهو اینجوری شدم که هیچکی نیست دوستام. و از اونجایی هم که دنیای بزرگسالی خیلی دنیای عجیب غریبیه، هر کی مشغول کار خودشه دیگه. یعنی دوستایی هم که الان تو تهران دارم همه از صبح تا شب مشغول کار کردن و کارهای روزانه‌مون و اینجور چیزایی. این از چالش‌های ورود به دنیای بزرگسالیه به نظر من. اگر که دوست خوبی دارین که کنارتونه توی شهرین، یا کسی هست که هر موقع دلتون میگیره برین پیشش مثلا باش صحبت کنین و فلان، واقعا قدرشو بدونین. من الان به شدت کمبود یک دوست خوب تو زندگیم حس میکنم. نه که نداشته باشم، ولی دوست دارم کنارم باشن. یعنی تنها زندگی کردن این چالش‌ها رو داره دیگه. توی جایی واقعا داره میخواد با یکی صحبت کنی، وقت بگذرونی، ولی نمیشه دیگه. اینجوری خونه تمیز کنم اگر که خدا بخواد و حوصله‌ام بیاد. من ساعت 3:30 ایناست. من پاشم هم خونه رو تمیز کنم، برم دوش بگیرم. همونجوری که میبینین باید برم یه دوشی بگیرم، یکم به خودم برسم، شاید یکم برم بیرون راه برم، ببینیم امروز چی میشه دیگه. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would.